با نام و یاد خداوند بزرگ. دوستان عزیز سلام. امیدوارم صحتمند و سلامت باشید. من حمیدالله میرزایی هستم. در خدمت شما هستم با یک ویدیوی آموزشی دیگر. در این ویدیو من تجربه را در قسمت تولید گاز اکسیژن در نظر گرفتم که بر اجرای این تجربه ما و شما با مواد و وسایلی که ضرورت داریم عبارتند از محلول هیدروژن پروکساید، نمک پتاسیم پرمنگنیت، یک عدد فلاسک، قاشق، دستکش، عینک، شم، لایتر یا گوگرد. روش کار چه قسم است؟ در این تعاملی که ما و شما اینجا اجرا خواهد کردیم، هیدروژن پروکساید توسط پتاسیم پرمنگنیت تجزیه میشه که یکی از محصولاتی که ما و شما در اینجا به دست میاریم او گاز اکسیژن است. اول ما و شما میگیریم یک مقدار از هیدروژن پروکساید در داخل یک فلاسک قرار میتیم. هیدروژن پروکساید را که من در نظر گرفتم یک غلظت 5% داره. البته میتونه دارای غلظت های بالا باشه که با غلظت های بالا باید ما و شما موضوع ایمنی را بیشتر در نظر داشته باشیم. یعنی تعاملی که با غلظت های بالا اجرا میشه به شدت سریست و همچنان میتونه سبب پاشیدن مواد شود. من یک مقدار هیدروژن پروکساید در داخل فلاسک قرار میتم، حدوداً یک مقدار 50 میلی لیتر شه. این مقدار هیدروژن پروکساید در داخل فلاسک قرار میتیم. این مرحله است که پتاسیم پرمنگنیت بالایش اضافه کنیم، اما به خاطر از اینکه تعامل خیلی سریع شروع میشه و به خاطر از اینکه ما و شما بتونیم تولید گاز اکسیژن اینجا ببینیم، ما از یک شمع استفاده میکنم. من شمع از قبل روشن میسازم که آماده باشه. میریم طرف اضافه کردن نمک پتاسیم پرمنگنیت بالای محلول هیدروژن پروکساید. متوجه باشین که پتاسیم پرمنگنیت یک مقدار خیلی کم اضافه کنین، یعنی مقدار پتاسیم پرمنگنیت باید زیاد نباشه. یک مقدار به این اندازه کفایت میکنه. زمانی که ما پتاسیم پرمنگنیت بالای هیدروژن پروکساید اضافه کردم، ما و شما ببینیم که تعامل به شدت آغاز میشه. اینجا ما و شما زمانی که شمع اینجا روشن بسازیم، شما ببینید که شعله شمع چقدر روشن میشه. هرگاه من شمع خاموش بسازم، زمانی که ما شما شمع خاموش کنیم دوباره نزدیک دهانه فلاسک بسازیم، دیدن میشه که شمع اتومات روشن میشه. این به این مفهوم که گاز اکسیژن در اینجا تولید میشه و سبب تولید روشن شدن چی میشه؟ روشن شدن شمع میشه یا باعث از این میشه که شمع دوباره روشن شود. در تعاملی که اینجا بین پتاسیم پرمنگنیت و هیدروژن پروکساید صورت گرفت، موادی که در نتیجه حاصل میشه شامل مواد ذیل است: اکساید منگان با نمبر اکسیدیشن 4، پتاسیم هیدروکساید، اکسیژن و مولکول های آب که ما و شما اکسیژن عملا تانستیم توسط شمع بررسی کنیم که چطور شمع توسط اکسیژن دوباره روشن میشه در اینجا. امیدوارم فعالیت را که در نظر گرفته بودم براتان مفید و مؤثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.